این چند روز بعد به نام نوروز شما میبینه خدا مسلمان میگه روز عید مجوس ایره تعظیم کردن، ایره اوج دادن، رشد دادن. ببینی یام خدا مسلمان میگه، یام دعوی محبت پیغمبر داره و ملای ناملام پیدا میشه که میگه این روز حرام نیست. جشن موسمی ملی قدیمه مردم فارسی زبان و تاجیک هست که قبل از اسلام این جشن را همچون احیای زنده شوی موجودات و گرم شوی فصل جشن میگرفتند و همزمان برابر شوی شب و روز. پس مادامی که چنین هست و این به عبادت های یگان خلل وارد نمی کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد، پس به همین خاطر این را اکثریت اهل علم و خود در گذشته خود در زمان معاصر این را قبول کردن و همچون یک جشن ملی فرهنگی قدیمه قبول کردن. بدبخت لعنتی الله سرتون نمیشه که تلبیس ابلیس میکنی؟ ها؟ چرا تلبیس ابلیس؟ این روز حرام نیست، روزا حرام نمیشه، روزا زمانه است، الله پیدا کرده. این روز تجلیل کردن، این روز بزرگ دانستن، این روز عظمت بخشیدن. تعظیم روز ما عید مجوس میکنی دیگه، شبکه مجوس، چوچای مجوس. کسی که دین آبایی خدا تعظیم میکنه علیه اسلام مسلمان است یا کافر؟ کافر است. کسی که دین آبا و اجداد خدا سر نظام اسلام و دین اسلام ترجیح میده، عنعنات و رسومات از او را عملی میکنه و مکمل در اسلام داخل نیست، بلکه او از اسلام خارج است. خود تو ملا برش عورتش پټ کرده ای فتوا داده رایستی. انشالله خاتمیت به حالت خراب است، در خباست میموری. نکوب پشت پول نرو، پشت موتر نرو، دین تماکن میگی پیش الله قدر و عزت پیدا کو، دور است تو پاچای کلی دنیا شوی. چی برات حاصل است؟ چی میکنی سر کل دنیا؟ جناب بلدنگ جور کو، عقیده تا حفاظت کو، دین تا حفاظت کو، پیش الله جوابگوی شو، پیش الله قدر و قیمت پیدا کو. نکو علما را من میگم، امو علمایی که همیشه در دربارای همچو طاغوتا در سفرهشان نشسته نانشان خورده فتوای خلاف دینه ارائه کرده. چرا؟ در کدام طرف تو روان هستی؟ یک کمی خوب فکر بکو. ما امی علما را میگم که خیر است این روز تیر میشه، این روز تیر میشه، به الله قسم نه دولت میمانه، نه حکومت میمانه، نه پاچایی میمانه، نه این زمانه میمانه، نه این عمر میمانه. اما فکر تا بگیری که تو اگر عالم هستی قرآن و حدیث خوانده ای، مسلک قرآن و حدیث باید علمبردار و خدمتگارش باشی، ولو که پرچه شوی، ولو که کشته شوی. تو را الله بمید آزاد پیدا کرده، تو را بندی لا اله الا الله پیدا کرده، بندی موتر پیدا نکرده، بندی دلار پیدا نکرده، بندی نعوذ بالله چاپلوسی پیدا نکرده. تو بندی لا اله الا الله استی. حق بگو، مردم بفهمن، ملت ما آگاه شوه، بفهمه که چطور گپ است.